رفقای عزیزم سلام، بنده رضا اشرو هستم. به کانال خودتون یعنی اشلو بکس خیلی خوش اومدید. در خدمت آقا مهرداد گل هستیم بابت ماجرای اون شبی که ما تو جنگل بودیم و اون اتفاقاتی که برای ما پیش اومده رو میخوایم بهش بپردازیم. آقا مهرداد در خدمتتون هستیم. سوال من از اینجا شروع میشه که مهرداد، قدمت این جنگل میخوام ببینم به کی برمیگرده؟ اصلا این جنگل چی بوده داستانش؟ یه شرح حالی بفرمایید. آرزا دوستان گرامی، این قدمت این جنگل برمیگرده به 60-70 سال پیش. درسته. یعنی از زمانی بوده که حالا من که نه ولی بزرگان اون منطقه گفته بودن که اون درختی بودن که اونجا کاشته بودن و خیلی رشد کرده بود، بعد به صورت خیلی عجیبی یه منطقه رو کلا فرا گرفت. یعنی بیش از نزدیک مثلا 3 هکتار 4 هکتار زمین کلا دور تا دور کلا جنگل شد، یه جنگل بسیار عظیمی شد. بعد از گذشت 60-70 سال که قدیما این آدمایی که اونجا زندگی میکنن، من ازشون سوال کردم و البته اینم بگم آدمایی سوال کردم که اونجا واقعا میشه گفت که دلیلی نداره که بخوام دروغ بگن، یعنی به این شکل. درست. و این جنگل‌های فوق‌العاده، چوبای فوق‌العاده، حالا توی فیلم برداری توی چیزی که ما گرفتیم، بلاکی که گرفتیم اونجا هست، کلا مشخصه. و چند تا جنگل به همدیگه وصله. حالا ما اون جایی که رفتیم اون جنگل اصلیش نبوده. درسته. و برمیگردم، حالا هر سوالی داشتید آرزو من خواهش میکنم. ببین، دلیلی که ما اونجا رفتیم، میخوام بدونم چیزی که ما رو کشوند اونجا چی بوده؟ ببینید، اولین دلیلی که ما اونجا رفتیم برمیگرده به 7 ماه پیش که آرزو من با خودتون هم صحبت کردم. دوستان من فقط بهتون بگم یه اتفاقی برای خانواده یکی از اون دوستان بنده اونجا افتاد، اونجا که زندگی میکردن. چون میدونی چیه، محل اینقدر محل کوچیکیه، خبرها خیلی زود پخش میشه، اینجا بزرگ نیست. ببینید بعد از این جنگل و این ورودی، ببینید آدمایی که اونجا دامداری میکنن درخت بادام دارن. بعد از اون جنگل، یعنی بیش از مثلا شما حساب کنید 3 هکتار یا 4 هکتار 4000 وقتی این جنگل رو رد میکنن، وقتی این جنگل کلا رد میکنن به درخت مثلا بادام میخورن. بعد از این جنگل بعد از این اوناست که این رفت آمدشون خیلی زیاده اونجا. تو روز کلا خیلی زیاده. اصلا ببینید من اینو بهتون بگم دوستان، بهتون به جرئت میتونم بگم حتی ساعت 5 بعد از کسی اونجا نمیره. ولی خب یه اتفاقی برای یکی از خانواده یکی اونجا افتاده که حتی تا بیمارستان هم بردن از اون اصلا بمیره اونجا. یعنی انقدر آره، جوش خوبی نیست، جو سنگینیه. حالا اگر مثلا من یه چیزی رو حالا میگم خدمتتون، اگه سوالات دیگه ای دارید تو سوالات بعدی بهتون میگم که چه اتفاقی افتاده. فقط اینو بگم که ببین واقعا بچه‌ها اونجا چیزی که مهرداد میگه، یعنی واقعا باید تو شرایطش قرار بگیری تا بتونی برات ملموس باشه. یعنی من حتی رفتم اونجا رو یه نگاه کردم، حدود ساعت 5-6 عصر بود، هوا هنوز تاریک نشده بود. یه فیلم کوتاه میخواستم اونجا بگیرم، یعنی با یه چیزی روبرو شدم، یعنی هر چی تو ذهنم مرور میکنم میبینم این نمیتونه پرنده بوده باشه. اگه پرنده بوده چرا سرعتش اونقدر بوده؟ اگر هم پرنده بوده حداقل من باید بالاشو میدیدم. ولی یه به حاله رد شد. حتی خود مهردادم شک کرد، گفت چی دیدی رضا؟
چشای من دید سفید شده خودش هم ترسید یهو، یعنی اون موقع حال من اونجوری ندیده بود. خب بریم برای بحث دیگه. بیشتر از این حس و حالی که میخواستم بدونید چیه؟ حس و حالی که از این که تو اون جو قرار گرفتی. ببین برای ما که اینقدر ویدیو ضبط کردیم اینا یه حالت عادیه، ولی با این حال هم اون ترس تو وجود ما هستش. میخوام بدونن بیننده ها که آقا حس چی بوده از این که آقا اونجا قرار گرفتی، یا چی شد که رفتیم به این سمت تو اون مکان. ببینین آرزا بذارید من اول یه توضیح درباره اون مکانی که رفتیم به دوستان بدم. درسته. ببینید اون مکان اصلی نیست. مکان اصلیشو 7 ماه پیش کلاً بستن. یعنی چی بوده؟ علتش به خاطر اون شرایطی بوده که اون بنده خدا به بیمارستان روان شد، یعنی کلاً رفتن. آرز اگه یادت باشه خیلی دوست داشتم اونجا یه فیلم کوتاهی بگیرم. ببینید 4 تا ورودی اصلی داره اونجا که 3 تا ورودیش بازن، یه دونه ورودی اصلیش کلاً بسته است به خاطر همین اتفاقی که افتاده، به خاطر شرایط جوی که اونجا داره. درسته. حتی اگر یاد باشه من بعد از اون پلی که رفتیم من بهتون گفتم آرزا در میبینین در قفله. درست. یه در آهنی بزرگ اونجا گذاشتن که کسی نمیتونه میونه کرده همونجا که اون سگ افتاد همون سگی که افتاد دنبال ما. حتی نگهبانش هم یه سگ گذاشتن، یه سگ خیلی قولپیکری هم گذاشتن که اگه احیانا کسی اونور رفت که دیگه دامون کنه اون سگ دیگه، اصلا کلا دامون کنه. ببین اصلا اجازه ورود به اون مکان داره. نه الان 6 ماه 7 ماه پیش که بعد از این اتفاق دیگه هیچ کس نتونسته داخل اون جنگل بره. من به خاطر اینکه ساکن اونجا هستم و از آدمای قدیمی که اونجا هستن و ازشون سوال کردم و کسب اجازه گرفتم تونستم با شما یه ویدیو اونجا داشته باشم. حتی روزش هم رفتیم دیدید چه اتفاقی افتاد. دقیقاً. دوستان این موضوع رو بگم، ببخشید می‌خواستم حرفتو قطع نکنه درست باشه. هر کسی نمیتونه اونجا بره. ببین بر اساس آشناییت و پرسجو و اینجور داستانا که کردن آشنای اون محل بودن ما تونستیم وارد این منطقه بشیم. امکان داره خیلی خطرناک باشه. یعنی من اون سیاره که به چشم خودم دیدم افتاد دنبال من. آره اینجوریه. حالا خیلی وقتا هم روز سگا رو باز میکنن اصلا میدونی چیه؟ چون اینو بازم میگم گفتنش خب خالی از لطف نیست، ولی اینو میگم که بدونید اصلا تو روزشم بعد از ساعت 4-5 کسی اونجا نمیره. عجب. به این شکله. با اینکه اونجا درخت خیلی از آدم اونجا زندگی میکنن، خیلی از آدمان رفت آمد میکنن، میرن میان، درخت نمیدونم بادوم هست، درخت هندونه هست، خیلی اونجا با خاطر محصولی که اونجا میکنن میرن میان، ولی حتی جرأت اینو ندارن که اون مسیری که هر روز میرن و بیان و دوباره برن و بیان. سعی میکنن تو ساعت 4 تموم شه اونجا، نمیتونن برن. ما به خاطر اول اینکه اونجا ویدیو انداختیم دوستان به خاطر این بوده که اگر تو اون مسیر اون اتفاق افتاد، اگه اجازه ورود به من میدادن اونجا خیلی چیزا میتونستیم پیدا کنیم، خیلی چیزا بهتر میشد، ولی نذاشتم، اجازه ندادم. ولی خب بازم تونستیم که مثلا تو یه مسیر دیگه بتونیم یه ویدیو کال داشته باشیم، یه ویدیویی داشته باشیم که بتونیم آقا ببینیم اونجا چه خبره. درسته. خب دوستان من ویدیو رو براتون بالا میذارم. اگه تا اینجای مصاحبه اگه خوشتون اومد ما رو لایک کنید، کامنت بذارید. این ویدیو صرفا برای بررسی حال و هوای اون جستجو بودش و اتفاقاتی که برای ما افتاده. حالا برگردیم به بحث خودمون. آینه و شمی که اونجا گذاشتید به چی میخواستیم برسیم؟ یعنی فکرمون چی بود؟
اینو برامون توضیح. ببینید آرزا، ببینید ما صرفا اونجا رفتیم که هم اون آینه هم اون شمع که یه ثبتی کامل اینجا داشته باشیم، یه ثبتی داشته باشیم. ولی من به جرئت میتونم بگم اونجا واقعا اینقدر جوش سنگینه، اینقدر جوش خطرناکه اونجا، یعنی هر لحظه احساس میکنی که شغالی چیزی. چون میدونی چرا؟ چون واقعا اونجا خیلی سنگینه، هیچ کس نمیتونه بره. ما واقعا یکی از جایی بود که من واقعا خیلی ترسیدم اونجا بود. درسته. قبل از ویدیو هم حتی به من میگم روز شرایط سختیه. این شمع و آینه‌ای هم که گذاشتیم به خاطر این بوده که خواستیم جو سنگین تر کنیم. همونجوری که مرداد گفت جو سنگینه، خواستیم حقیقتش تحریک کنیم به یه چیزی برسیم، یه ثبتی داشته باشیم. و این مهمترین چیز تو اصول کاری هستش که ما داریم انجام میدیم. خیلی مهمه از نظر من. و میتونم شما خب اون درخت‌ها رو آرزا شما دیدید، شرایط جوی اونجا رو دیدید، ارتفاعی که اون درخت‌ها داشت. اصلا واقعا هر لحظه‌ای که ما اونجا رفتیم احساس کردم یکی پشتم یکی جلوم. واقعا اون استرس اونجا خیلی بالا. همه جا نیست، بعضی از جاها، بعضی از مکان‌ها به این شکله که شما وقتی اون تو اون جو قرار میگیری از قبلش اون استرس رو داری. اون واقعا مکان سنگینیه. من حتی دوستی دارم که ساکن اونجا هستن، خیلی با هم دوستم هستیم. گفت آقا این مکان حتما برو، ولی تنهایی نرو به هیچ عنوان. چون واقعا حالا آقا رضا شما خودتون اومدی اونجا، جو اونجا رو دیدی و تماشا کردی. واقعا ما اومدیم خونه اصلا 2 ساعت تو حال خودمون نبودیم. شرایط سختی. ببینید رفقا، زمانایی که ما میریم برای ضبط ویدیو هر چیزی امکان داره اتفاق بیفته. ببین این موضوع بحث جونه. ببین امکان داره از نظر روحی روانی آدم اذیت بشه. اینکه فقط بریم اینجور جاها فیلم رو رکورد کنیم و بیایم و ثبتی نگیریم یا بگیریم اصلا این مهم نیست. این ذهنته که اذیتت میکنه. من تو قبل ویدیوام هم گفتم غلبه بر ترسمه که اینجور جاها میرم. این جوی که من تو اینجا قرار گرفتم واقعا خیلی عجیب و غریب بوده. ببین هر لحظه که ما جلوتر پیش میرفتیم جو سنگین و سنگین تر میشده. رو افکار ما خیلی کار میشد. ببین اون آینه و شمع که گذاشتیم، ببین حالا دوستان خودتون اطلاعات دارید شمع یه منبع تغذیه‌ای برای این موجوداته. آینه هم که دنیای موازی ما و اینجور موجوداته، یعنی امکان داره یه پورتالی بین ما و دنیای ماورا باشه. ببینید چیزی که برای ما اتفاق افتاد یادم نرفته بگم، اون موجودی که اون شب ما دیده بودیم اون به نظر خود من غیر عادی بود. آرزو دوستان من کامل بگم این حالا ویدیویی که شما دیدید و ببینید، من از خیلی ها سوال کردم بابت این، ولی تو اونجایی که ما رفتیم شرایط حساسی بود، شرایط سختی بود. من فقط اینو بهتون بگم، من بیش از مثلا چندین ساله 35 ساله که توی شمال زندگی میکنم. تو این فصل کسی جرئت نداره حتی گاوشو تو خیابون بفرسته. من اصلا به خاطر شالیزاری که دارن انجام میدن، به خاطر شرایطی که هست همشون میگیرن. فروردین ما دوستان. آره فروردین ما. من این چیزی بهتون بگم، اگرم باشه تو دم خیابونه، الان دیگه اصلا نیست، اصلا به هیچ عنوان. بعد یه چیزی که خیلی برام عجیبه دوستان،
اینه که تو اون جنگل سگ پیدا نمیشه، نه شغال داغونش میکنه، گاو داغونش میکنه. اون گاو اونجا چیکار میکنه؟ اون وقت شب گاوی که هیچ تحرکی نداره زل میزنه تو چشم خودت. اینجا خیرش. من میتونم به جرئت بگم دوستان اون اصلا گاو نبود. ما زمانی که اومدیم ارتباط گرفتیم، زمانی که اومدیم حتی نورم زدیم، من احساس کردم یکی از اون ته اگر دقت کنید نور اول من رفت تو چشش، ولی شما نگاه کن هیچ تحرکی نداشت. دقیقاً هیچ تحرکی نداشت. مطمئن باشید اگر گاوی اونجا باشه، اگر 1%، من میگم گاوی اونجا باشه، گاو باید 3-4 تا باشه، نه یه دونه. یعنی تکی نمیرن، تکی اصلا داغونش میکنن اونجا، تکی اصلا داغون میکنن. درسته. عرضم به خدمت شما که میدونی چرا؟ به خاطر اینکه گاو، ببین یه چیزی بهتون بگم، اون تو اون جنگل ما وقتی روزش میریم 4 تا شغال اونجا میاد، شب چجوری انتظار داری یه دونه گاو اونجا زنده بمونه؟ اونم تو اون شرایط جنگل، وسط جنگل. اصلا ببخشید هر جوری من فکر میکنم از هیچ چیزی با هم جور در نمیاد، همخوانی نداره. اون گاو نبود اون زمان. ببینید یه چیزی بهتون بگم، ما اومدیم هی شم گذاشتیم، هی اومدیم صحبت کردیم، هی اومدیم گفتیم آقا خودتون رو نشون بدید به ما، به ما به یه شکلی خودشو نشون داد. من میتونم به جرئت برم اون گاو نبود. دقیقاً. ولی تو اونجایی که ما رفتیم به خاطر شرایط جوی که به ما ایجاد شد نتونستیم بیان کنیم، چون خیلی سخته تو اون لحظه بخوای همچی حرفی رو بزنی، چون اینقدر استرست بالاست، اینقدر چیزت بالاست، فشار چیزت خیلی بالاست، نمیتونی بگی. واقعیت کلام دوستانی که تو اون شرایط قرار گرفتن میدونن من چی میگم، واقعا نمیشه گفت. انتظارش هم نداشتیم که یهو به صورت یه گاو خودشو نشون. ما مثلا انتظار اینو داشتیم که سرصدا بذاره یا مثلا خودشو به صورت حاله، چون تو ویدیوهامون میگیم همش حاله و اینجور چیزا. یه زمان حالا بگم اینم نکته هم بگم بارها شده بعضیا گفتن آقا بس شکل حیوان و اینجور چیزا نشون بده، اون اومد خودش رو ثابت کرد به ما، ولی ما نتونستیم زیاد تو ویدیو اعلام کنیم که آقا اینجوری. آرزا دومین ویدیویی بود که من تنهایی رفتم جنگل، اگه یادت بیاد. آره که شما تهران بودیم، من رفتم توی یه جنگلی. دقیقاً. نور زدم، اگه توی یه جنگلی رفتم شما گفتید آقا نمیشه تنهایی رفت، واقعا تنهایی نرو. من رفتم اونجا، یادت میاد یه گاو از روبروم داشت میومد. آفرین. دقیقاً زور زده بود به من. اومد روبروم، من رفتم اونور. بعد از اینکه اومدم با تو صحبت کردم، همون لحظه بعد از 30 ثانیه برگشتم دیدم گاو پیداش نیست. گاو نیست، رفته اصلا معلوم نیست کجاست. اینم دقیقاً عین اونه. دقیقاً. ولی خیلی هم خطرناکه تو اون لحظه بری جلوش قرار بگیری. قشنگ چش تو چش. بعد آرزا دوستان شما این ویدیویی که دیدید، شما شاخ این گاو یه لحظه نگاه کنید. اصلا عجیبه شاخش که یه جوری انگار پیچ خورده بود. من از اون روزی که رفتم هی با خودم دارم کلنجار میگم آقا این چرا باید اون وقت شب تو اون جنگل باشه، اونم اونجا که شغال پره، اونم تو شب مهتابی، اصلا امکان نداره. بعد گاوه سیاه چرا 1% نباید مثلا قهوه‌ای میشد یا مثلا سفید سیاه میشد؟ اینا خودش عجیبه. این شاخا، این که اونجا بود، ما چراغ قوه‌ای که زدیم تو چشش. میدونید که حیوونا اکثرا مشکل دارن با چراغ قوه، یعنی سگه مشکل داشت، ولی خب این همینجوری خیره مستقیم به ما شده بود. آرزا من یه چیزی فقط به دوستان میگم، اینه دوست دارم صراحتاً بگم. دوستان من هر کدوم از بچه‌هایی که دوست دارن تو اون مکان برن، من آدرسشون بهشون میدم، خودم هم روز شب نه روزم باشون میام،
که برید اون مکان رو ببینید، فقط بازدید کنید، اصلا فقط ببینید، نمیخواد ببینید شرایط اونجا چجوریه. هم تو روزش رفتیم هم عصرش رفتیم. ما تمام سعی اونی که تو روز بگردیم پیدا کنیم. من از اون وقتی که همین کارو کردم تو روزش میگردم پیدا میکنم، هر جایی نمیشه رفت. باید جایی باشه که بتونی واقعا اینقدر مثلا از نظر چیزی باشه که آقا بدونی که یه چیزی اونجا هست، یه موجوداتی اونجا هست که بتونی اونجا بری و ویدیو داشته باشی. قطعا بوده که اون بلا رو سر اون بنده خدا آورد و این دلیل اومدن آقا اون دست دروازه رو پلم کردن. اصلا من خیلی دوست داشتم دقیقا همونجا برم یه ویدیو از اونجا داشته باشم، این ویدیو خوب از اونجا داشته باشی. ولی خب متاسفانه حتی من رفتم با دیار و شورای اون منطقه هم صحبت کردم که بتونم اونجا یه ویدیویی داشته باشم، ولی اجازه ورود به اونجا رو من ندادن. امیدوارم این ویدیو رو ببینن بذارن که ما اونجا یه جستجویی داشته باشیم که صرفا فقط جهت مستندسازی و کشف حقیقته. این راز ماورا رو ما میخوایم به مردم ثابت کنیم. کلام آخر، نکته‌ای، چیزی در مورد دنیای ماورا، توصیه‌ای، اینکه بعد از این همه ویدیو داشتی چه توصیه‌ای به بینندگان دارید؟ ببینید آقا رضا، من دوستان بنده، من این چیزی بهتون بگم، امیدوارم که اگر تو این راه کشیده شدید با واقعیت‌های چیز دنیای ماورا، آره، قبول داشته باشید که این موجودات وجود دارن. دقیقاً وجود دارن و هیچ شکی تو این چیز نیست. البته برمیگرده به اون اعتقاد طرف. اعتقاد طرف. ما تمام سعی تلاشمون بر مبنای اینه که هر فیلمی، هر ویدیویی که میسازیم از روی واقعیت باشه، دروغ نداشته باشیم تو کارمون و هر چیزی که میدونیم عین واقعیت و با واقعیت روبرو بشیم. خب خیلی ممنونم ازت. مخلصم. خیلی خوشحال شدم دوستان که با ما همراه بودید. ممنونم از لطفتون، ممنونم اینکه حمایت میکنید. متشکرم از شما. شب و روزتون بخیر. کلام آخر، نمیشه با ترس زندگی کرد، با ترساتون روبرو شید. یا علی مدد. قربان شما، یا علی. خداحافظ.